خب به عادت خوش اومدین. قبل اینکه بخوایم با تیم ما کار بکنیم نیاز هستش که بدونیم که نحوه کار کردنمون چجوریه و حالا اصلا آیا این مدل کوچینگ آنلاین به درد شما میخوره یا نه. یه توضیح کلی میدم. اولین داستانش که وقتی شما با هر کدوم از بچه‌ها شروع کنید کار کردن، شما مربی خصوصی دارید، یعنی به صورت آنلاین یک مربی دارید که صرفا برنامه برای شما می‌نویسه و به شما روزانه فیدبک میده. یه موضوع دیگه که هست بحث شروع کار ماه. زمانی که شما ثبت نامتون انجام بدید و بخواید شروع بکنید، اولش با مربیتون یک کانسالت خواهید داشت که بین نیم ساعت تا یک ساعت این بعضی وقتا طول میکشه. حتی یک ویدیو کال هستش که راجع به اهدافتون، اینکه کجا تمرین میکنید و حالا شرایط زندگیتون و حالا کلیتی صحبت میکنیم که مربی با شما بیشتر آشنا بشه و اینکه بتونه به شما بهتر کمک کنه. بعد از اینکه پروسه کانسالت تموم شد، وارد پروسه ارزیابی میشیم که تمرینتون از اونجا شروع میشه ولی با فیز ارزیابی، یعنی اینکه مفصل‌ها چجوری حرکت میکنن، چه چیزایی توی مفصل شما میتونه برای شما در آینده مشکل ساز بشه یا اینکه باید تغییر کنه از لحاظ تمرینی، برای یه مدت یک سری تمرین نداشته باشید که اون درستش بکنیم بعد اون تمرین اضافه بشه. یکی این موضوعی که از لحاظ ظرفیت تمرینی شماست، اینکه شما رکورداتون الان چجوریه و کدوم رکوردها بسته به هدفتون نیاز داره که بالاتر بره. اگه ورزشگاه مسابقه‌ای هستین راجع به اهداف تمرینتون صحبت می‌کنیم که مثلا اگه شما یه مسابقه می‌خواید شرکت بکنید 8 هفته دیگه چجوری برای اون آماده سازی رو انجام بدید و اولویت تمرین بر اساس اون می‌چینید. وقتی تمرینتون رو می‌گیرین به صورت روزانه با ما در ارتباط هستید، یعنی اینکه با اون مربی که داریم ویدیو می‌فرستین، یه سری از چیزها رو، یه سری از تمرین‌ها رو حتی مربی خودش ازتون ویدیو می‌خواد، یا بعضی وقتا حتی میشه یک واد کامل رو، یه قسمت کامل از تمرینتون رو مربی بگه ویدیو بذارید توی یوتیوب، میذارید لینکشو میذارید برای صرفا این ویدیو رو گرفتیم که بهتون یه توضیح بدیم که کار کردن با تیم عدد اینجوریه و این وظایف رو ما نسبت به شما داریم تا بتونید تصمیم بهتری بگیرید. موفق باشید.